سلام. این ویدیو در برگیرنده 0 تا 100 متقاعدین کاتگوری اول است که شامل موارد ذیل می باشد. پروسه دریافت حقوق تقاعد برای متقاعدین امارت اسلامی افغانستان توضیح کامل در مورد مراحل دریافت حقوق تقاعد برای متقاعدین کاتگوری اول. راهنمایی گام به گام متقاعدین کاتگوری اول در محکمه اختصاصی متقاعدین امارت اسلامی افغانستان، راهنمایی مرحله به مرحله برای متقاعدین کاتگوری اول جهت مراجعه به محکمه اختصاصی. سوال و جواب کاتگوری اول، حقوق متقاعدین. مجموعه‌ای از سوالات و پاسخ‌های رایج برای متقاعدین کاتگوری اول که در مورد حقوق تقاعد سوال دارند. آخرین معلومات. کاتگوری اول، حقوق متقاعدین. آخرین اطلاعات و بروزرسانی‌ها در مورد حقوق و مزایای متقاعدین کاتگوری اول. کسر 3.0 از حقوق متقاعدین کاتگوری اول چیست؟ توضیح در مورد تغییرات در مبلغ حقوق متقاعدین کاتگوری اول و علت کسر 3.0 از حقوق آنها. دوستان عزیز، خوش آمدین به یوتیوب چینل اطهر میرزاد پلاس. امروز براتان یک خبری خوش دارم در مورد پروسه دریافت حقوق تقاعد برای متقاعدین ثبت شده در سیستم خزینه تقاعد امارت اسلامی افغانستان که چگونه اجرا میشه. این پروسه به 5 کاتگوری تقسیم شده. کاتگوری اول، کارمندانی که حقوق سالانه تقاعد دریافت می‌کردند اما بعد از فتح حقوقشان متوقف شد. مرحله اول، 3 روز قبل از تاریخ محکمه متقاعدین یک وزارت، نماینده وزارت مربوطه به ریاست عمومی خزینه تقاعد مراجعه می‌کند و لیست متقاعدین تثبیت شده را دریافت می‌نماید. در این لیست محاسبه حقوق تقاعدشان است که چقدر حقوق اخذ نموده اند و چقدرشان پرداخت نگردیده است که باید پرداخت شود. مرحله دوم. بعد از اون متقاعدین به وزارت مربوطه مراجعه می کنند. در همین جا از نماینده وزارت می پرسند که دقیقاً چه مقدار حقوق تقاعد برایشان محاسبه شده است در لیستی که از خزینه تقاعد دریافت کرده است. بعداً متقاعد یک عریضه ترتیب نموده و در عریضه خود مقدار تقاعد که مستحق می شود را درج می نماید و بعداً به محکمه تسلیم می نماید. مرحله سوم، محکمه بعد از دریافت عریضه معلومات اون را رسماً از وزارت مربوطه اخذ می نماید. وقتی وزارت تایید نمود، محکمه حکم نهایی را صادر می کند که متقاعد دقیقاً چه مقدار حقوق تقاعد دریافت خواهد کرد. مرحله چهارم. در نهایت، حقوق تقاعد از طریق ریاست عمومی خزینه تقاعد به متقاعد پرداخت می گردد. آیا می خواهید بدانید که پروسه کاتگوری متقاعدین مرحله اول در ریاست عمومی محکمه اختصاصی حقوق تقاعد چگونه است؟ پس با ما باشید تا کاملترین و بروزترین معلومات را در این مورد همراهتان شریک بسازیم. راهنمایی گام به گام متقاعدین کاتگوری اول در محکمه اختصاصی متقاعدین امارت اسلامی افغانستان. مرحله 1. مراجعه به خزینه تقاعد. در تاریخ تعیین شده برای وزارت مربوط، مثلا 22 سنبله، متقاعد باید به ریاست خزینه تقاعد حاضر شود. نماینده وزارت در خزینه تقاعد باید حضور داشته باشد. متقاعد نزد نماینده رفته و بررسی می کند که آیا معلومات موصوف در لیست متقاعدین تثبیت شده از سوی محکمه موجود است یا خیر. مرحله 2. اخذ نمونه عریضه تایید شده از سوی محکمه. اگر معلومات متقاعد در لیست موجود باشد، نماینده وزارت یک نمونه عریضه معتبر نزد محکمه را به متقاعد تسلیم می کند. متقاعد باید همان نمونه را نزد عریضه نویس ببرد و مطابق همین نمونه عریضه رسمی خیش را آماده سازد. مرحله 3.
ثبت عریضه در ریاست عمومی محکمه اختصاصی حقوق تقاعد. متقاعد با عریضه تحریر شده به محکمه اختصاصی متقاعدین مراجعه می‌کند. عریضه در مدیریت اجراییه ریاست عمومی محکمه اختصاصی حقوق تقاعد ثبت و احکام داده می‌شود. پس از ثبت، عریضه متقاعد به یکی از 3 دیوان الف، ب یا جیم سپرده می شود. مرحله 4. تهیه استعلام توسط دیوان. دیوان مربوط استعلامی ترتیب می دهد که شامل موارد زیر است. 1. معرفی متقاعد به بخش بایومتریک جهت اخذ بایومتریک سلف بایومتریک. 2. ترتیب ورقه محاسبه دقیق شامل مجموعه پول مدت خدمت، پول اخذ شده و باقی مانده بالای دولت. 3. تثبیت پرداخت یا عدم پرداخت وجوه با جدول سالانه، اسناد حمایوی، استیتمنت بانکی. مرحله 5. کنترل توسط وزارت مالیه. اسناد و ورقه محاسبه همراه با استعلام به مدیریت کنترل وزارت مالیه که در تعمیر ریاست محکمه موجود است ارسال می شود. وزارت مالیه محاسبه و پرداخت را دقیق بررسی می نماید. بعد از کنترل، اسناد دوباره به دیوان مربوط عدت داده می شود. مرحله 6. استعلام از وزارت مربوطه. دیوان پس از بررسی نهایی، استعلامی به وزارت مربوط که متقاعد از آن بازنشسته شده صادر می کند. وزارت مکلف است استعلام را با مهر و امضاء رسمی پاسخ دهد. تمامی اسناد متقاعد را مهر کرده و توسط نماینده وزارت دوباره به محکمه اختصاصی تسلیم کند. مرحله 7. تعیین روز محکمه. محکمه بعد از تکمیل اسناد روز مشخصی را برای محکمه متقاعد تعیین می‌نماید. در روز محکمه فیصله نهایی اتخاذ می‌گردد. مرحله 8. ارسال به وزارت مالیه. پس از صدور حکم محکمه، تمامی معلومات متقاعد به وزارت مالیه ارسال می‌شود. وزارت مالیه مکلف است پرداخت حقوق تقاعدی متقاعد را اجرا نماید. این هم نمونه عریضه متقاعد در قید حیات که از طرف محکمه اختصاصی متقاعدین مدار اعتبار است. در این نمونه و در این عریضه ذکر شده است از شروع سال خدمت الی ختم خدمت و اینکه از کدام اداره متقاعد شده است. و این هم نمونه عریضه وکالت اگر متقاعد وفات کرده باشد. برای جزئیات بیشتر و دریافت معلومات بروز، آپدیت روزانه، چینل اطهر میرزاد را سابسکرایب نمایید. سوالات زیادی در ذهن متقاعدین است و ما امروز همه را برای شما پاسخ می دهیم. خوش آمدید به یوتیوب چینل اطهر میرزاد پلاس. امروز در این ویدیو جواب تمام سوالات بخش کتگوری اول حقوق تقاعد را که تا حالا برایتون گنگ بوده به صورت واضح و کامل بیان می نماییم. سوال اول: اگر متقاعد وفات کرده باشد چه باید کرد؟ جواب 1. در این حالت ورثه باید وکالت خط و وثیقه خط تهیه کنند. سوال دوم: آیا وکالت خط و وثیقه خط زمان جمهوریت اعتبار دارد؟ جواب دوم نه خیر. باید دوباره وکالت خط و وثیقه خط جدید ترتیب گردد. سوال سوم: اگر متقاعد در زمان جمهوریت وفات کرده و کسی را وکیل نگرفته باشد چه باید کند؟ و همچنان وکالت خط و وثیقه خط را از کجا تهیه کند؟ جواب 3. اگر همسر متوفی زنده باشد می تواند با حضور 2 شاهد برای خود وکالت خط ترتیب دهد. در داخل ریاست خزینه تقاعد یک محکمه ویژه قضا موجود است که می توانید در کوتاه‌ترین زمان وکالت خط
و وثیقه خط خود را از آنجا دریافت کنید. سوال 4. اگر متقاعد متوفی از ولایت باشد و ورثه‌اش وکالت خط داشته باشد چه کند؟ آیا باید به مرکز مراجعه نماید؟ جواب 4. نه خیر. در هر ولایت نمایندگی محکمه قضا موجود است. ورثه می توانند کارهای خود را همانجا تکمیل کرده و سپس اسناد را به ریاست خزینه تقاعد جهت طی مراحل ارسال نمایند. سوال 5. نمونه عریضه متقاعد حیات و وکالت خط متوفی چگونه است؟ جواب 5. شکل ذیل نمونه رسمی وکالت خط تایید شده محکمه می باشد. سوال 6. چگونه بفهمیم که مجموع پول تقاعد ما چقدر است؟ جواب 6. در ابتدا از نماینده وزارت مربوطه پرسان کنید، زیرا فرم‌های محاسبه نزد نماینده مذکور موجود است. در صورتی که پاسخ دریافت نکردید، می توانید به آمریت محاسبه ملکی یا نظامی ریاست خزینه تقاعد مراجعه نمایید و طلب معلومات شوید. سوال 7. شکل فرم محاسبه متقاعدین چگونه است؟ جواب 7. در این فرم تمام جزئیات خدمت متقاعد از تاریخ آغاز تا ختم تاریخ درج می شود. مانند شکل ذیل. سوال 8. اگر در فرم محاسبه پول اضافه درج شده باشد و متقاعد بگوید آن مبلغ را نگرفته است، چه باید کرد؟ جواب 8. باید به آمریت تادیات ریاست خزینه تقاعد مراجعه نماید و با دریافت راپور بانکی از بانکی که قبلاً معاش تقاعد خود را از آن اخذ می‌کرد تا معلوم شود چی مقدار حقوق را اخذ نموده و چقدر حقوق باقی مانده است. سوال 9. اگر ثابت شود که پول را اخذ نکرده ایم، چه می شود؟ جواب 9. بخش تادیات برایتان یک فرم محاسبه انفرادی چاپ می نماید. در زمان دریافت، فرم را دقیق بررسی کنید، خصوصاً قسمت اداره که دیگر اداره تحریر نشده باشد و سپس با امضاء آمر تادیات و مهر ریاست خزینه تقاعد آن را به محکمه تسلیم نمایید. سوال 10. من 10 سال خدمت کردم و دوستانم میگویند حقوق زیادی نمیگیرم. چه کنم؟ جوابی دهم: هیچگاه به گفته دیگران اکتفا نکنید. ابتدا با نماینده وزارت و سپس با آمریت محاسبه صحبت کنید تا مقدار دقیق حقوقتان تثبیت گردد. سوال 11. آیا پول تقاعدی ما پرداخت خواهد شد؟ جواب 11. بله. اگر پرداخت نمی‌شد، محکمه اختصاصی ایجاد نمی‌گردید. سوال 12. نوبت ادارات دیگر چه وقت است؟ جواب 12. پس از پایان مرحله آزمایشی نوع اداره اول، نوبت سایر ادارات اعلان خواهد شد. سوال 13. من مدت 15 سال 90,000 افغانی حقوق تقاعدم را گرفتم. آیا مراجعه کنم؟ جواب 13. بله. برای اطمینان از مستحق بودن، حتما مراجعه کنید. سوال 14. آیا بعد از دریافت کامل پول تقاعد دوباره مستحق خواهم شد؟ جواب 14. نه خیر. پس از پرداخت کامل، حقوق تقاعد شما به طور دائمی قطع می شود. سوال 15. حقوق تقاعد چند درصد محاسبه می شود؟ جواب 15. از معاش اصلی شما 8% کسر می شد. اما در هنگام محاسبه و پرداخت 16% پرداخت می شود. یعنی 8% اضافه تر پرداخت می گردد. سوال 16. من 38 تا 40 سال خدمت کردم. تخمینی چقدر حقوق می گیرم؟ جواب 16. کارمندان بستی 5 یا 6 که 5 قدم را تکمیل نموده اند و 1 سال حقوق تقاعد گرفته باشند، حدود 8 تا 9 لک افغانی دریافت خواهند کرد. سوال 17.
اگر کارت تقاعد خود را گم کنیم چه کنیم؟ جواب 17. پس از مشخص شدن حقوق توسط محکمه به ریاست خزینه تقاعد مراجعه کنید تا کارت جدید صادر شود. سوال 18. اگر متقاعد در زمان جمهوریت اضافه بوردگی داشته باشد چه باید کند؟ جواب 18. در این حالت باید از عریضه صرف نظر کرده و مراجعه ننماید. سوال 19. آیا پول اضافه بوردگی از ما دوباره اخذ خواهد شد؟ جواب 19. نه خیر. پول اضافه بوردگی توسط امارت اسلامی افغانستان بخشیده شده است. سوال 20. چگونه بفهمیم اضافه بوردگی داریم یا خیر؟ جواب 20. باید نزد نماینده وزارت بروید. او در فرم محاسبه مقدار دقیق را نشان داده و اگر اضافه بوردگی وجود داشته باشد اطلاع می‌دهد. سوال 21. اگر نماینده وزارت متوجه اضافه بوردگی نشود و کارها طی مراحل شود چه کنیم؟ جواب 21. در این صورت نیز باید خودتان به نماینده اطلاع دهید و از عریضه صرف نظر کنید. چون اگر اسنادتان به ریاست دیوان محکمه ارسال شود، کارتان مشکل خواهد شد. سوال 22. اگر 40 سال خدمت کرده باشیم، آیا همه محاسبه می شود؟ جواب 22. بلی. تمام سالهای خدمت بر اساس تاریخ شمولیت الی تاریخ ختم تقاعد محاسبه می شود. سوال 23. اگر از بست 5 تقاعد شده باشم، آیا تمام سالها با همان بست محاسبه می شود؟ جواب 23. نه خیر. تمام مراحل خدمت از رتبه و بست ابتدایی تا بست نهایی به صورت جداگانه محاسبه می شود. سوال 24. از سیستم رتبه و بست چند فیصد محاسبه می شود؟ جواب 24. از رتبه، مثلا رتبه 10، حدود 11% محاسبه می شود. از بست، مثلا بست 5، حدود 16% محاسبه می گردد. من کارمند ملیکی یا نظامی هستم. چند فیصد به ما پرداخت می شود؟ کارمندان ملکی 16% در سیستم بست. کارمندان نظامی 11% در سیستم رتبه. سوال 26. اگر در سال 1399 متقاعد شده باشم، چه کنم؟ جواب 26. با اداره یا مدیریت عمومی سوانح مرکز یا ولایت خود صحبت کنید تا مطمئن شوید اسنادتان به خزینه تقاعد ارسال شده است. و آیا در لیست متقاعدین تثبیت شده که نزد نماینده وزارت می باشد، اسمتان موجود است؟ سوال 27. اگر در سال 1400 متقاعد شده باشم، سرنوشت من چه می شود؟ جواب 27. باید منتظر کتگوری 3 باشید. نوبت متقاعدین دوره امارت اسلامی افغانستان. سوال 28. طی مراحل اسناد تا روز محکمه چند روز طول می کشد؟ جواب 28. اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، طی مراحل اسناد در 1 روز انجام می شود و سپس منتظر روز محکمه خواهید ماند. سوال 29. اگر قبلاً 2 اداره با هم یک جا بوده اند و حال جدا شده اند، به کدام یک مراجعه کنیم؟ جواب 29. باید از لیست که نزد نماینده وزارت است بررسی کنید تا مشخص شود در کدام اداره شامل هستید. سوال 30. اگر توان راه رفتن نداشته باشیم، آیا نماینده می تواند کارها را پیش ببرد؟ جواب 30. در بعضی موارد نماینده صلاحیت دارد، اما در مواردی مانند بایومتریک، حضور شخص متقاعد الزامی است. یادتون نره، اگر جوابتون رو در این ویدیو نیافتید، حتماً سابسکرایب کنید و سوال خود را بنویسید تا در اولین فرصت برایتون توضیح بدیم. امروز آخرین معلومات در مورد متقاعدین کتگوری اول رو با شما شریک می‌سازیم. پس این ویدیو رو تا آخر بیننده باشید.
پس از صدور فیصله محکمه اختصاصی در خصوص حقوق متقاعدین کاتگوری اول، اسناد مربوط توسط دیوان‌های چون الف، با و جیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله دیوان با متقاعد تماس می‌گیرد و حضور وی را در جلسه محکمه تقاضا می‌نماید. قابل یادآوری است که در هنگام بایومتریک شماره تماس متقاعد باید در فرم بایومتریک درج گردد، چون بر اساس همان شماره احضار صورت می‌گیرد. در روز مشخص جلسه، محکمه متقاعدین دایر می‌گردد. قاضی چند پرسش اساسی از متقاعد مطرح می‌نماید، از جمله: از کدام اداره متقاعد شده اید؟ میزان حقوق سالانتان چقدر بوده است؟ چند سال حقوق دریافت کرده اید؟ بر اساس چه دلیلی متقاعد شده اید؟ کبر سن، تنقیص تشکیلاتی یا سایر موارد؟ پس از ارائه پاسخهای لازم توسط متقاعد، قاضی فیصله قبلاً بررسی شده را به وی ابلاغ می‌نماید و سپس امضا یا شست متقاعد روی فیصله اخذ می‌گردد. در گام بعد، اسناد متقاعد به آمریت، خدمات ریاست خزینه تقاعد ارسال می‌شود. در این ریاست، فرم PD 25 یا همان فرم تعدیل حقوق متقاعد ترتیب می‌گردد که شامل تمام معلومات ضروری مانند مدت خدمت، مبالغ دریافت شده، مبلغ فیصله شده توسط محکمه و سایر جزئیات مرتبط با متقاعد. سپس اسناد به آمریت محاسبه ملکی فرستاده می‌شود. در آنجا حواله پرداخت ترتیب یافته و به آمریت تادیات ارسال می‌گردد. بعد از طی مراحل، اسناد به بخش کنترل وزارت مالیه انتقال می‌یابد و در نهایت به بانک مربوط سپرده می‌شود تا حقوق متقاعد پرداخت گردد. این بود آخرین و بروزترین معلومات در رابطه به متقاعدین کاتگوری اول. تمامی معلومات مرتبط با کاتگوری اول را می توانید از همین چینل دریافت کنید. در این ویدیو می خواهیم در مورد موضوع کسر 30 از معاشات متقاعدین صحبت کنیم و توضیح دهیم که این تغییر چه معنایی دارد. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی، باید کمی با تاریخچه پول افغانستان آشنا شویم تا بهتر بتوانیم ارزش معاشها را درک کنیم. از سال 1349 تا 1381 هجری شمسی، اسکناس‌های 1000، 4000 و 5000 افغانی رایج بودند. اگر بخواهیم ارزش این پولها را بر اساس پول امروز بسنجیم، تقریباً به ترتیب برابر با 10، 40 و 50 افغانی محاسبه می‌شوند. در همان دوره، میانگین محاسبه معاشها حدود 11% بود. اما از سال 1381 به بعد، با روی کار آمدن حکومت جدید و معرفی پول تازه، در بخش ملکی معاشها بر اساس 16% و در بخش نظامی بر اساس 11% محاسبه گردیدند. پول مروج فعلی یعنی افغانی جدید در زمان حامد کرزی در سال 1381 هجری شمسی 2002 میلادی ایجاد شد. در آن سال دولت تمام اسکناس‌های قدیمی را جمع کرد و اعلام نمود که هر یک افغانی جدید مساوی 1000 افغانی قدیم است. از آن زمان اسکناس‌های جدید در ارزش‌های 50، 100، 500 و 1000 افغانی چاپ گردیدند و تا امروز همین پول در کشور ما مروج است. نتیجه نهایی این است که اگر می‌خواهید معاش یا ارزش پول خود را با سالها و ماه‌های قبل از 1381 مقایسه کنید، باید نکات فوق و درصدی که در این ویدیو توضیح دادیم را مد نظر قرار دهید. از سالهای 1349 تا 1381 معاشها حدود 11% محاسبه می‌شدند و بعد از 1381 در بخش ملکی 16% و در نظامی 11% در نظر گرفته شد.
نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً دیدگاه خود را در کامنت بنویسید.